خب خدمت شما که عرض می‌کنم، ببینید توی بحث کارهای کشاورزی و باغبانی بارها خدمت دوستان عرض کردیم، اگر قرار شما کاری انجام بدید، مثلا تغذیه، هرس، سمپاشی، هر کاری که حالا کارهایی که در طول سال ما توصیه میکنیم، کارشناسا توصیه میکنن آقا مثلا هرس انجام بدید، اگر قرار باشید یه هرس غیر اصولی انجام بشه، قطعاً عوارض و در واقع معایبی که داره خیلی 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 بیشتر از این است که ما اصلا هرس نکنیم. یعنی شما گاهی وقتا اصلا هرس نکنی خیلی بهتر از اینه که شما بیا یه هرس اشتباه انجام، چون هرس اشتباه باعث میشه که باردهی درخت شما رو به شدت کاهش بده و حتی ممکنه که اینقدر این هرس اشتباه بشه حتی منجر به در واقع این بشه که تا چندین سال شما اصلا باری نداشته باشید توی باغه. ولی حالا اگه هرس نکنی حداقل این است که بار داری، ولی حالا ممکنه بارت مثلا با کیفیت و سایز مناسبی نباشید. حالا من یه نمونهشو میخوام خدمت دوستان بگم. ببین اومده این باغدار عزیزمون توی پاییز یه کارگری رو گرفته، کارگر اومده اینجا و برای بحث در واقع وجین علف‌های هست، بعد خودسرانه برداشته گفته که درختم هرس میکنم، باغدارم حضور نداشته، اومده اینجا و این هرس خیلی خیلی افتضاح روی درخت سیب انجام داده. توی تصویر ملاحظه میکنید تمامی شاخه های بارده اومده چیکار کرده، هر چی شاخه بارده اسپور بوده اومده زده. بعد اومده خدمت شما که عرض بکنم سربرداریایی که انجام داده، دقت بکنید مثلا این تنه رو ببینید از کجا اومده سربرداری انجام داده. حالا به خاطر مثلا روی فکر خودش می‌خواسته با این کار ارتفاع درخت رو بیاره پایین، ولی وقتی شما بیای یه همچین شاخه قطوری و سربرداری و از ارتفاع پایین انجام بدی، باعث میشه که سال آینده از اون محل 7-10 تا شاخه نرک تولید بکنه و یه 2 متر دوباره درخت رشد کنه بره بالا، مضاف به این که خبری از بارم نیستش. یعنی ببینید درخت سیب اصلا دیگه داغون کرده، یعنی دیگه از این بهتر نمیشه. تمامی این شاخه های بارده ای که این قسمت ها بوده اینا رو همه رو برداشته زده و اینجور درخت رو کچلش کرده. باز دوباره اینجا درخت بهو ببینید چه روزی به سرش آورده. ارتفاع سرزنی ها رو نگاه کنید و شاخه های بارده ای که زده. اینجا باز دوباره نگاه کنید یه درخت سیب که اینجا دوباره به این صورت اومده هرس کرده و خدمت شما که عرض میکنم این کار باعث میشه که هم امسال این درخت بار نداشته باشد حداقل و هم سال بعدم بار نداشته باشه، چون وقتی شدید هرس بشه به جای اینکه درخت بخواد اسپور تولید بکنه، شاخه های بارده تولید بکنه، فقط نرک میده و هیچ. یعنی علنا با یه هرس اشتباه حداقل 2 سال این باغ عقب افتاد. هرس فرمدهی بادامو داریم. ببینید دوستان سالهای اول تا سوم هرس فرمدهی درخت‌ها مد نظر هستش. اگر شما در سال دوم و سوم یه هرس فرمدهی خوبی داشته باشید، در سالهای بعد مشکلاتتون خیلی کم میشه. اگه یه هرسی تر تمیز داشته باشید سالهای بعد لذت درختتون رو میبرید. ببینید برای هرس فرمدهی خب چند تا چیز مهم هست. یک، پایه‌ای که هست. بعضی از پایه‌ها خب پررشت‌ترن، بعضی کم رشت‌ترن. نوع رقم خیلی مهم هست. ببینید الان این درختی که مشاهده می‌فرمایید سال دوم هستش و رقم مامایی. تیپ رشدی رقم مامایی به این صورته که درخت تمایل داره که مقدار در واقع اصطلاحاً پهن بشه خودش به صورت ژنتیکی، برعکس مثلا یه رقمی مثل ربی یا مثل شاهپوری که تمایل داره رشد به صورت عمودی باشه، رقم مامایی تمایل داره که پهن بشه. ببینید ما توی هرس فرمدهی عزیزان من دنبال چه نکته‌ای هستیم؟ مهمترین نکته این هستش که ما توی هرس فرمدهی یک اسکلت قوی برای درختمون درست کنیم. قرار نیست این درخت سال دومی برای ما بار بیاره. قراره تو سال دوم ما یه هرسی انجام بدیم که یک تاج گسترده و قوی برای درخت ما شکل بگیره. ببینید فرمدهی بادام
بیشتر توی دنیا روش اوپن سنتر یا جامی استفاده میکنن که برای بادام خیلی خوب جواب داره. تو هرس فامده بادام ما چه کاری انجام میدیم؟ ما در واقع 3 الی 4 تا تنه اصلی برای درخت مشخص میکنیم به 3-4 جهت. الان میبینید از این محل 1 این 2 این 3 این 4 این 5 این 6 این 7 این 8 تا شاخه داره. خب اگر بخواد رشد کنه بیاد بالا، فردا روز یه درخت بزرگ با یه تاج بزرگ و فقط چوب تولید میکنه. ما قرار میوه از این بگیریم. خب حالا ما میام چیکار میکنیم؟ اول اون 3-4 تا شاخه اصلیمون رو مشخص کنیم. این الان من یکی رو برای این طرف میذارم، یکی رو برای این طرف، از بین این دو تا یکی رو انتخاب میکنم که این انتخاب میکنم، از این 4 تا هم یه دونه رو انتخاب میکنم که یکی میتونم مناسب تره. بهتره که ما زاویه بین این شاخه اصلی و در واقع این تنه اصلی و این شاخه‌ای که می‌خوایم به عنوان بازوی اصلی انتخاب کنیم یه زاویه بین 45 تا 70-80 درجه رو داشته باشه. مجبوریم توی هرس در واقع فومدهی که انجام میدیم یه مقداری بی‌رحم‌تر درخت‌ها رو هرس انجام میدیم تا اون فرم مورد دلخواه ما شکل بگیره. ببینید به همین صورت مشاهده بفهمید. آره یه درختیه ما مثل مامایی که خودش تمایل به شاخه‌های فرعی داره، نیازی نیست که سرزنی بشه. بعضی درخت‌ها هم که تمایل ندارن اونها رو سرزنیشو انجام میدهیم. هرس فومدهی برای رقم شاهرود که حالا شاهروده جز رقم دیرگل هستن. 2 تا رقم خوب از تو شاهرودی ها 7 و 12 که گردافشان هستن و فوق العاده خوبه. خب خدمت شما اصلا رقم های شاهرود در واقع تیپ رشدیشون هستش که تقریبا برافراشته هستن، خیلی تمایلی ندارن که اینا پهن بشن، منتها یه مقداری اینها در واقع پررشدترن نسبت به رقم مثل مامایی. اگه هرس نشه در واقع درخت خیلی شلوغ میشه. ببینید اینجا رو ببینید، آره درخت راه رو باز بشه. اینا رو ببینید ما اصلا برای چی این شاخه کوچیکا رو میزنیم؟ برای این میزنیم که این تنه ها، این شاخه اصلی ها قامدار بشه، قوی بشه. ما قراره تو هرس فومدهی یا عزیز من خوشگل من قراره تو هرس فومدهی کاری کنیم که یه چارچوب، یه اسکلت قوی درست حسابی داشته باشه. یه رقم مامایی دقت کردید که ما سرزنی نمی‌کنیم، ولی شاهرودیه چون خیلی دیگه میخواد قد کشد بالا، اینجا ما دیگه سرزنی هم مجاز هستش که انجام بدیم. اینم یه هرس خیلی خوب روی درخت آلو. آلوها جز درختایی هستش که باید تقریبا هر سال هرس شدید روش انجام بشه تا باردهی خوب و با کیفیت، چون جوانه گله زیادی داره و اگر ما هرس نکنیم میوه ها ریز میشه و کیفیت لازم نداره. مضاف به این درخت وقتی میگیم آقا هرس انجام بشه، یه درخت چند ساله، درخت 20-30 ساله، ولی میبینید که ارتفاع دیگه نهایتاً 2 متر بیشتر نیستش و دیگه توی ارتفاع قشنگ کامل، چون هر ساله هرس سنگین شده. و ببینید شاخه‌های بارده این سیخک ها هستش که سیخک ها رو نگهداری میکنن. با این هرس موجب میشه که سیخک های قوی بشه و باردهی خیلی خوب روش داشته باشیم.